در تاریخ 8 مارس سال 2014 ساعت 12 بامداد هواپیمای بوئینگ 777 متعلق به خطوط هوایی مالزی با شماره پرواز MH370 از فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور برخاست. مقصد این پرواز شهر پکن بود. در آن شب آرام هیچ کس نمی‌دانست که این پرواز به یکی از بزرگترین معماهای تاریخ هوانوردی تبدیل خواهد شد. در این هواپیما 239 نفر سوار بودند. 12 خدمه و 227 مسافر از 15 کشور مختلف. اغلب آنها اهل چین بودند، ولی شهروندانی از مالزی، استرالیا، ایران، فرانسه، آمریکا و کشورهای دیگر هم حضور داشتند. برای برخی این سفر یک مأموریت کاری بود. برای بعضی‌ها سفر تفریحی و برای تعدادی شاید اولین تجربه پرواز. قطع تماس. تنها چند دقیقه پس از پرواز در حالی که هواپیما در حال صعود به ارتفاع پروازی بود، خلبان با برج مراقبت تماس گرفت و آخرین جمله ضبط شده را گفت: شب بخیر مالزی 370. اما درست دقایقی بعد در ساعت 1:21 بامداد از صفحه رادار ناپدید شد. نه سیگنال هشدار فرستاده شد، نه تماس اضطراری، تنها سکوت. هواپیما برخلاف مسیر برنامه ریزی شده ناگهان چرخش کرد و به سمت جنوب غربی مالزی بازگشت. سپس مسیری کاملاً غیر عادی در پیش گرفت. از تنگه مالاکا عبور کرد و وارد اقیانوس هند شد. رادارهای نظامی آخرین سیگنال را حدود ساعت 2:22 صبح ثبت کردند. بعد از آن هیچ چیز. چندین کشور از جمله استرالیا، چین، آمریکا و خود مالزی بزرگترین عملیات جستجوی هوایی و دریایی تاریخ را آغاز کردند. منطقه‌ای به وسعت میلیون‌ها کیلومتر مربع جستجو شد، اما هیچ اثری از هواپیما جعبه سیاه یا مسافران پیدا نشد. فقط چند سال بعد در سواحل ماداگاسکار و جزایر اقیانوس هند قطعات کوچکی از بال هواپیما پیدا شد که به نظر می رسید متعلق به MH370 باشد، اما هیچگاه بدنه اصلی یا جعبه سیاه کشف نشد. از همان روزهای نخست نظریه‌های زیادی مطرح شد. خلبان یا کمک خلبان هواپیما را عمدن منحرف کرده اند. ممکن است سیستم الکترونیکی هواپیما هک شده باشد. آیا هواپیما به دلایلی نظامی توسط کشوری ناشناس ساقط شده؟ آیا نقص فنی، آتش‌سوزی یا افت فشار ناگهانی موجب شده و خلبان مسیر را تغییر داده؟ برخی به تئوری‌های توطئه روی آوردند، از دخالت بیگانگان گرفته تا آزمایش‌های مخفی نظامی. سخت‌ترین بخش ماجرا برای خانواده‌های مسافران بود. آنها نه جسدی داشتند، نه خبری، نه خداحافظی. تنها یک بلا تکلیفی طولانی مدت که همچنان ادامه دارد. هر سال خانواده‌ها مراسم یادبود می‌گیرند، اما هنوز امیدی دارند. شاید روزی حقیقت آشکار شود. امروزه با گذشت بیش از 11 سال هنوز هیچ پاسخ قطعی وجود ندارد. تنها چیزی که داریم فرضیه‌هایی هستند با احتمال‌های مبهم. برخی کارشناسان معتقدند هواپیما در اعماق اقیانوس هند سقوط کرده. برخی دیگر میگویند هنوز چیزی هست که نمیدانیم یا نباید بدانیم. پرواز MH370 تنها یک سقوط نبود. این یک زخم باز در تاریخ هوانوردی و یک یادآوری بزرگ از شکنندگی انسان، حتی در عصر تکنولوژی است. پروازی که به جای رسیدن ناپدید شد برای همیشه.